به نام خدا، سال نوتون مبارک. من عطاسین هستم و آمدم آموزش نحوه هیت زنی و آموزش بازی فری فایر رو به شما نشون بدم. الان اینا یارای من هستن. یه تفنگ انتخاب کنیم، کلتمون برمیداریم که به جنگ حریفمون بریم. بریم کله اینو اون یه ذره کیف کنیم. وایس بپرم کلت وایس. آها، آتیش گذاشت اینجا، یه ذره جونمون پرشه. بشینیم پرشه. حالا گاز بدیم بریم. نینی میگازیم بریم این بالا ببینیم اینور چی هست. آدم بود که بزنیم یا بخوریم، حالا هر جور شد. ببینیم اینجا کسی نیست، بریم بالا. نه هیچکی نیست. صدا تیر دارم، ببینم این از این توی این خونه دارن شلیک میکنن. وایسا برم توش. از پشتم صدا وای از پشت دارم میزنه. آهان دیدمش. وایسا ای وای زد من آجی. اشکال نداره، الان دوستان میان نجاتم میدن. رفتم پیرون دیگه. این چجوری ما رو کشت؟ این چقدر چند داره آجی. این باید میمورد الان. باختیم دایو. اشکال نداره، اعصابم رو خورد کردم دیگه دایو. یه تفنگه رو بکشیم، نمیدونم اسمش چیه، اون رو میکشیم میریم به جنگ دشمنا. بابا اینا خیلی ضعیفن. نه ضعیف نیستم، قویان. اگه ضعیف بودن که ما اینا رو الان شاکیش برده بودیم توی زمان کم. خب شروع شد، میریم سراغ اینا. ببینیم اینجا کیه. آجی من میزنم همشون الان، نگاه کن دیگه. نه شایدم نزدم و حواسم نیست. آهان یه بخورد به نازن. از اونور نزن منو. از اینور دارم میزنن، حواسم اونور بود، از اینور زدن. بزنش به نازن. هید وای نزن منو. آها رونالدو یه جای به دردمون خورد. رونالدو البته تاج سر بهترین فوتبالیسته بابا. اگه شما من طرفدار رونالدویی لایک کنیم، اگه طرفدار مسی کامنت بذاریم. آهان دای بابا 3 نفرشونو کشتم. دوستای خوبم بذاریم من بیام اونو آخری رو بزنم. ایس کنم. ایس. زدنش. گفتم بابا رو وایسیم دیگه، ولی اشکال نداره. یکیش مساوی میکنیم. تفنگ پاروفال بکشیم یا یو ام پی؟ نه اون پاروفال بهتره، همون کشیم. یو ام پی رو دست بعدی میکشیم. شایدم نکشیدیم. از کجا من منتظر میشیم بازی شروع میشه. خب من یه نفر اولم، از همه بازی کنم فعلا بیشترم. نفر اول اون 2 نفر کشته، من 3 نفر. ادامه بازی رو میریم که انجام بدیم. اینجا جنگل آمازون نیست، اینجا خود آمازونه. استاد خیابانی. یادم وای از کجا زدن. ای وای حواست به این بر اونور باشه دیگه. باختم دادا، مردیم. نزن. این چجور ما رو زد. نزن فقط. دیدم و گرفته. چه زود میبازیم. یو ام پی یا پارافال بهتره. یو ام پی رو میگیم برام بخرم، ببینیم میخرن. دوستای خوبی داریم یا بدن. بخر لطفا بخر. یو ام پی بخر برام. یو ام پی بخر برام. تو بخر. نه تو بخر. برو کجا میری؟ تو برام بخر. نخر. بدمش. میرم بازی میکنم. این دست دیگه باید بزنیمشون. مطمئنم که یه لحظه واسه میبینیم تا آخر بازی چی میشه. مطمئنم که بابا هیچ کس هم نمیاد بزنیمش. مطمئنم که بیا بزنمت. میخوریم ازشون. وای میخواستم بگم میزنیمشون، بعد دیدم مردیم هممون. وای یه نفر میکنید. یه نفر نجات داد.
آهان ایدا تمام کشتن. بابا این 2 تفنگه کشیده راحت باشه میزنم دیگه، معلومه همشون 2 تفنگه دارن. اشکال نداره. اصاب مصابمونو خورد کردم. پارافال یه نمیدونم UMP 5 یا نمیدونم UP 5 نمیدونم همونو میکشیم که بریم به جنگ اونا. حالا رگبار رو میکشیم دیگه، اسمشون نمیخواد بگیم دیگه. چی مونده بدن خریدیم؟ خب همه چی رو خریدیم. میریم بالا ببینیم بالا ماله ها، از پایین میزنیم بزنیمشون. خب مثل اینکه 2 نفر اونجان، مثل اینم میشه هدشون رو گرفت. گوجی بنوزم چه هدایی میخوابونه. به اینم هد نوکرم بابا، امضا نمیدم. حاجی دست خوش دادا، هدشو بگیر بنازم. هد نخورد ولی 3 نفر کشتم دادا. من چرا اینو دادم؟ شبا بذار این دست هدر بدیم دیگه. بذار من بزنم ایز کنم ایز. بذار بزنم این موندش یارم افتاد زمین. خب داره 3 کردیم. ببینیم این بازی رو میشه برد یا خیر. MP5 رو 3 خطش کردیم که راحت تر بزنیمشون. بریم رو کله این و اون. این بازی ها خیلی سخته، حریفمون خیلی سخته. چقدر 2 تفنگه انداخته بودم زمین اونجا. خب نظرم همشون تو هن، ولی اینجا هم یه چکی میکنیم ببینیم از این وریش کس نمیاد. من آخر موقع از این ور رفتم خوردم، چون اون وریا میرم پشت اون چیه آهن ماهن قایم میشن نمیبینیمشون، میایم رد بشیم زیرت میزنم ما رو. ولی این دفعه از اون خبرها نیست، میزنیمشون. الان دوستان باید 4 نفری با هم بریم. الان تک بی تک میرن. الان میخوام بخوریم دیگه. اولی رو خوردیم، اونا هم خوردن. باید تا الان مساوی هستیم که اونا نجات ندن. خوب میشه. دومی هم خوردیم ما. اینجا کیه؟ هیچکی نیست. اونجا آدم هیچی خورد با چی نمود پس. اشغال میخواستم بزنمت. از این ور این یخ بزنم نزدم نیت تو. از این ور هم میتونم بس بنازم هیلشو خورد هدو خوابوندم. از این ور یه یخ بذارم. از کجا دارم میزنن؟ اون یا دیدمش. 3 نفرم دایو. 3 نفرم ای بابا باختیم دیگه. باختیم بچه. اگه من ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما، به امید دیدار شما. منم نفر اول شدم اینیا. خداحافظ.